کلمه 40 سالگی کلمه بسیار دقیق است. 40 سالگی سنی پخته رسیدن، سنی پره شدن عقل، سنی با تقوا شدن است. و تو ای انسان از همه کارهایی که انجام دادی پرسیده می شوی. تا که شبها را با زنهای فاحشه روز می کنی، به سوی زنی که برای تو حلال نیست چشم چرانی می کنی، خنده و شوخی های بی معنی می کنی. این خیل انسان ها نماز می خوانند اما در شریعت پایبند نیستند. روایت است که روز قیامت مردمانی را می آورند که مثل کوههای کلان در دنیا عملهای صالح انجام داده اند، اما الله آن عملهایشان را به مثل چنگ و خاک در هوا نیست و نابود می کند. صحابگان گفتند ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، آنها را به ما وصف کن که ها هستند. گفته شد آنها نماز می خوانند مثل که شما نماز می خوانید، اما وقتی که به خلوت می روند حرام های الله را انجام می دهند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. تا چون به سن جوانی رسد و به 40 سالگی درآید، یعنی عقل و فهمشش پره شود، گوید ای پروردگار من، به من بیاموز تا شکر نعمتی که بر من و بر پدر و مادرم ارزانی داشته ای بجای آرم و کار شایسته بکنم که تو از آن خوشنود و راضی شوی و فرزندان من را به صلاح آور، یعنی فرزندان صالح گردان. من به تو به سوی تو با توبه و عنابت بازگشتم و از مسلمانانم، یعنی از تسلیم شدگانم. اینها کسانی هستند که کارهای نیکشان را قبول می فرماییم و از گناهانشان در می گذاریم. در زمره اهل بهشتند. هر وعده ای که به آنها داده شده است راست است. بنابراین ای برادر و خواهری که به 40 سالگی رسیدی، اگر تا این دم نماز نمی خواندی، روزه نمی گرفتی، ربای و رشوه می خوردی، کارهای حرام انجام می دادی، از این به بعد به سوی الله با توبه و ندامت بازگرد. برخیز که این عمر تو چون باد روان است، بنگر که اجل از پی هر پیر و جوان است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.